کافه لوک‌آوت یک پروژه کوچک مقیاس در مشهد است که فضای داخلی آن شما را به تماشای خودتان دعوت می‌کند. نه فقط برای دیدن، بلکه برای روبرو شدن با دیگران. در این فضا یک جریان میان دیدن و دیده شدن ایجاد می‌شود. میان رازی که در آینه پنهان است و نگاهی که به دنبال آن می‌گردد. در فضای اصلی کافه، آینه‌های عمود بر دو طرف راهرو نصب شدند که تجربه جدید و چند وجهی را ایجاد می‌کنند. این آینه‌ها نه تنها فضا را بزرگتر نشان می‌دهند، بلکه مخاطب را به فکر کردن درباره مرز میان واقعیت و بازتاب آن دعوت می‌کنند. وقتی فرد تصمیم می‌گیرد به مسیرش در راهرو ادامه دهد، مواجهه با بازتاب خودش مانع حضورش در دنیای پنهان آینه می‌شود. در طراحی میز اجتماعی کافه، هدف افزایش تعامل میان افراد بوده است. این میز با فرم مثلث طراحی شده و افراد در امتداد دو ضلع آن می‌نشینند. در مرکز آن گیاهی قرار گرفته که به عنوان یک سوژه مشترک نگاه‌ها را به هم پیوند می‌دهد. این ترکیب با ایجاد امکان تقابل و ارتباط چشمی بیشتر، زمینه تعامل و ارتباط اجتماعی را تقویت می‌کند. در نهایت آینه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نگاه‌ها به یکدیگر می‌رسند و فضایی برای تعامل و ارتباط چشمی بدون واسطه ایجاد می‌شود.